اگر بدونید این بشر دوپا برای از بین بردن هم نوعش چه چیزهایی تو کلشونه و خیلی از اونها رو هم پیاده کرده، از تعجب شاخ در میارین. اینو میبینید؟ این یک توپه. توپیه که با دهانه 800 میلیمتر، یعنی قطر گلوله‌هاش 80 سانتی متر بوده. گلوله هایی که با 2 وزن مختلف ساخته می شده. یکیشون 4800 کیلو و اون یکی با خرج بیشتر 7100 کیلو. 11.5 متر ارتفاع این هیولاست، یعنی یک ساختمان حدوداً 4 طبقه. وزن کلش 1350 تن بوده. میدونین یعنی چی؟ یعنی وزن 38 تریلی 18 چرخ با بار کامل. برای اینکه این غور رو بتونن جابجا کنند، روی ریل راه آهن ساختنش. 32.5 متر طول لوله این توپه. اسم این بزرگترین توپ ساخته شده در تاریخ به آلمانی شوور گوستاو، یعنی گوستاو سنگینه. هیتلر دستور ساخت این توپ رو برای این صادر کرده بود که بتونه خط ماژینو لاین رو از راه خیلی دور بشکنه. خط ماژینو با ضخامت 7 متر خطی بود که فرانسوی‌ها برای حمله آلمان‌ها اون رو احداث کرده بودند. این خط متشکل از دیوارهای بتونی بود و کلی هم تجهیزات نظامی همونجا مستقر کرده بودند. این توپ ساخته شد، اما آلمان سراغ خط ماژینو نرفت و از طریق بلژیک فرانسه رو اشغال کرد، چون این توپ رو قبل از شروع جنگ طراحی و ساخته شده بود و با اینکه از این توپ برای این هدف استفاده نشد، اما مرتب به نیروهای متفقین شلیک می‌کرد. اما نازی‌ها برای شکست دادن شوروی در جبهه شرقی در کریمه، همون جایی که اوکراین و روسیه سرش مشکل دارند، اما اون موقع 1942 نازی‌ها در عرض 3 هفته این توپ رو از آلمان آوردن کریمه و معطلی اونها به خاطر وزن زیاد این توپ بود. شاید باورتون نشه، ولی این توپ مثل یک کارخونه بوده، چون 500 تا پرسنل داشته که بیشترشون مهندس و تکنیسیان هایی بودند که اونها بایستی خیلی منظم کار میکردند که این توپ کار کنه و بتونه شلیک کنه. میرسیم به 2 ژوئن 1942 که این توپ تو کریمه مستقر شده و پرسنلش کاملا آماده اش کردن که شلیک کنه به ارتش سرخ. گفتیم که 2 تا گلوله داشت. یه گلوله کوچیک با 4800 کیلوگرم وقتی شلیک میشد با 820 متر در ثانیه سرعت 48 کیلومتر میرفت. این گلوله ها هر جا که فرود می اومدند حفره‌ای با عمق 9 متر ایجاد میکردند. اما گلوله بزرگی که بیشتر از 7 تن وزنش بود، بیشتر برای سنگرهای بتون آرمه ساخته شده بود. این گلوله هم وقتی توسط گوستاو شلیک میشد 720 متر در ثانیه سرعت میرفت و 37 کیلومتر هم بردش بود. یکی از مهمترین جاهایی که گوستاو زده یک انبار مهمات خیلی مهم از شوروی به نام صخره سفید بوده که با یک گلوله کل صخره رو میخوابونه زمین. این توپخانه بزرگ وقتی تمام پرسنلش خوب و دقیق کارهاشون رو انجام میدادند، هر 45 دقیقه یک شلیک انجام میداد. این توپ با مستقر شدن در کریمه حدود 300 تا گلوله شلیک کرد و همین باعث شده تا لوله اصلی تقریبا خراب بشه و نیاز به تعویض داشته باشه. اما با توجه به هزینه‌هایی که برای نازی‌ها داشت، بعد دیدن که براشون نمیصرفه و این توپ رو رهاش کردن و اون رو بعدها اوراقش کردن. بعد از سال 1942 با توجه به جابجایی این توپ‌های بزرگ، تکنولوژی رفت دنبال موشک‌سازی تا بتونن زودتر هم نوعای خودشون رو بکشن. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لطفاً از ما حمایت کنید و ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید.